سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یکی از الگوهای کندلی سعودی به اسم پین بار. کندل پین بار یک کندلیه که بدنه نسبتا کوچیکی داره، سایه بالایی کوچیکی داره و در مقابل سایه پایینی بلندی داره. طول سایه پایینی حداقل 2-3 برابر طول سایه بالاییه و بادی هم یا بدنه هم به نسبت کوچیکه. رنگ کندل برای ما مهم نیست، میتونه قرمز باشه یا سبز، اما اعتبارش رو میتونه افزایش بده. کندل پین بار تو ناحیه حمایتی اگر اتفاق بیفته اعتبار بیشتری داره. اینجا چند نمونه برای شما مثال آوردم. ببینید دوستان، ما تو ناحیه حمایتی هستیم. کندل پینبار وقتی اتفاق افتاده باعث برگشت قیمت شده. دوباره قیمت به سمت ناحیه حمایتی رسیده و کندل پینبار اتفاق افتاده و باعث شده که قیمت به سمت بالا حرکت کنه. تو مثال بعدی هم باز به همین شکل و مثال بعدی. هرچه سایه پایینی بلندتری داشته باشه، اعتبار و درجه اهمیت اون کندل برای ما بیشتر میشه و در مقابل اگه سایه پایینی کوتاهی داشته باشه، درجه و اهمیتش کمتره. بازم تو ناحیه حمایتی ما کندل پینبار داشتیم باعث شده قیمت به سمت بالا حرکت کنه. اینجا هم 3 بار کندل پینبار داشتیم که باعث شده قیمت به سمت بالا حرکت کنه و دوباره کندل پینبار. دوستان، تو قسمت بعدی بازم از این نمونه کندل ها و الگوهای برگشتی چه صعودی چه نزولی برای شما آماده میکنیم و با شما به اشتراک میذاریم. اگه براتون مفید بود لایک فراموش نشه.